و ذوب‌آهن در مقابل کالاهای ایران خریداری شده. آمریکایی‌ها به ایران ذوب‌آهن ندادن. ایران خیلی هوشیاری بالایی به کار برد. دکتر عالیخانی با تیمش اینا با شوروی قرارداد بستن و ذوب‌آهن تهاتر کردن با پودر رختشویی، کفش ملی، حوله برقلامه، تریکو، جوراب. بعد از عملا انقلاب عراق وقتی شاهشون رو کشتن رژیم عوض شد. اون رژیم بعدی که کمونیست بود تمام اسناد معاهده نظامی بغداد رو داد به شوروی. مقامات شوروی سفیر ایران و مقامات سفارت ایران رو خواستن و برنامه ها رو براشون باز کردن که این دوستانی که این همه شما ازشون اسلحه میخرین، این همه وارد مملکتتون کردین، ببینید برنامهشون اینه که اگر جنگی پیش بیاد تمام مناطق شمال ایران زاگرس با بمب‌های اتمی به صورتی در هم کوبیده بشه که موجود زنده در اونجا نتونه زندگی کنه که ما نتونیم بیایم به طرف مناطق نفتخیز. شاهنشاه با این مطالب هم آشنا می شدن. بعد از این داستان ها اون وقت شوروی آمد گفت که ما در گذشته بد عمل کردیم، سیاست اون روز اونجور ایجاب میکرد، امروز سیاست خودمون رو عوض میکنیم، آماده ایم به شما کمک کنیم، ما آماده ایم برای شما ذوب‌آهن بسازیم. یعنی در واقع شوروی ها پیش قدم شدن برای این موضوع؟ بله، شوروی ها پیش قدم شدن. ایران خیلی هوشیاری بالایی به کار برد. دکتر عالیخانی با تیمش اینا با شوروی قرارداد بستن و ذوب‌آهن تهاتر کردن با پودر رختشویی، کفش ملی، حوله برقلامه، تریکو، جوراب. ایران خیلی صادرات خوبی داشت و خیلی جهش خوبی کرد در اون برهه زمان. ایران توی مذاکرات خودش در مورد 4 تا طرح اصلی مذاکره میکرد. مورد اول ذوب‌آهن بود. مورد دوم کارخونه ماشینسازی بود که روس‌ها قرار بود توی ایران احداث کنند. مورد سوم صادرات گاز ایران بود به شوروی و مورد چهارم احداث کارخونه نساجی در آذربایجان. این بسته پیشنهادی بود که روس‌ها جلوی ایران گذاشته بودن و بعد همه رو با هم قبول میکرد. مثلا نمیتونست یکی رو بذاره کنار، دوتا رو قبول میکنه، مشکل پیش میاد برای مذاکرات. اما اینجا تیم کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی اون زمان یک ایده جالب به ذهنش میرسه. دکتر عالیخانی با تیمش طرف ایرانی دیدش که اگر بگه مثلا من دستگاه نساجیتون رو نمیخوام، احتمالاً شاید توی مذاکرات مشکل به وجود بیاد یا امتیازهای بیشتری از جای دیگه باید بده و یک ایده خوب به ذهنش میرسه. میگه اوکی، من دستگاه نساجی ازتون میگیرم و کارخونه نساجی رو توی آذربایجان احداث میکنم به این شرط که تا 20 سال تمام محصولاتی که توی اون کارخونه تولید میشه رو خودتون از من بخرید و من با صادرات همون محصولات بتونم پول کارخونه رو بهتون پرداخت بکنم. ایده خیلی ایده خوبیه و اتفاقا همین ایده باعث میشه که روس‌ها بیخیال این کارخونه نساجی بشن و بگن اینو از بسته پیشنهادی حذف کنید. حرکت زیرکانه بعدی این بود که پول احداث کارخونه ذوب‌آهن رو ایران تهاتر کرد با روس‌ها. اونم با چی؟ با گازی که خودش نمیتونست استفاده کنه. اون موقع که ایران لوله کشی گاز نداشت و اینجوری نبود که مثل الان همه خونه هاشون گاز داشته باشن. اکثر گازی که سر چاهای نفتی بود همونجا میسوخت و از بین میرفت. ولی ایران اومد اون روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد. یعنی گفتش که شما بیایید برای من کارخونه ذوب‌آهن بزنید، من پولشو با گازی که سر چاهای نفتی داره میسوزه تهاتر میکنم. تازه خود لوله کشی از چاهای نفتی تا شوروی یک سر ماجرا بود که میتونست کلی برای ایران سود داشته باشه و اینجوری شد که ذوب‌آهنی که الان توی اصفهان وجود داره و هنوز که هنوزه ما داریم ازش استفاده میکنیم پایه‌گذاری شد و الان ذوب‌آهن اصفهان ما در آنجا حوله برقلامه سهیم هست، نسبت به پولش ما حوله دادیم و این خیلی تاریخ شیرین و قشنگ ماندگار در تاریخ حوله برقلامه است. Niye Azərbaycan və Təbriz 40 ildən sonra bu günə qalıb qabağa ki getməyib heç, bəlkə 100 ildə dalı gedib. هر واگن حوله 33,000 دلار حوله جا میگیره. ما هر هفته یه واگن
صادر. خیلی لذت بخش بود. Məzlum Təbriz, doğrudan sahibsiz Təbriz, doğrudan ata-anasız Təbriz. Neden sen bu güne kaldın? چه شیرین تر دروغی گفته ای ترک پارسی گو. به دنبال صله بودی شکم خاری، چه میخواهی نمیدانم. نباشد در توان هیچ خائن وصف تبریز گفتن. اگر تبریز همان شهری است که میبینیم و میدانم، فقط یک مصرع باشد حقیقت. تبریز از اعصار می آید. کهن شهری بدان عنوان چنین خار است که حیرانم. من آن تبریز نستوهم که از اعصار می آیم. به دست خائنین و خود فروشان گیر کرده گریبانم. منم تبریز که 100 سال است بلاگردان افراسم. برآید خائنی هر دم برایش صحنه گردانم. ز مشروطه به نادانی بدادم اختیار از چپ. هنوزم خائن خویشم فدای یزد و کرمانم. مثال بچه ها خام گشتم، سرم را شیره مالیدند. زبانم را به تیغ چین بریدند و گفتند سر ایرانم. زمانی اولین بودم، سری بین سرا داشتم. کنون هم اولین هستم، دشمن ترک و تورانم. طلایم را معادن را چپاول می کند دشمن. خموشم لال گشتم سرای جیر خارانم. هر واگن حوله 33,000 دلار حوله جا میگیره. ما هر هفته یه واگن صادر. خیلی لذت بخش بود. منم تبریز بی صاحب ز مسئولان بی وجدان. اگر خوش باشه در بابم منم خوشحال و خندانم. طرف ایرانی دیدش که اگر بگه مثلا من دستگاه نساجیتون رو نمیخوام، احتمالاً شاید توی مذاکرات مشکل به وجود بیاد یا امتیازهای بیشتری از جای دیگه باید بده و یک ایده خوب به ذهنش میرسه. میگه اوکی، من دستگاه نساجی ازتون میگیرم و کارخونه نساجی رو توی آذربایجان احداث میکنم، به این شرط که تا 20 سال تمام محصولاتی که توی اون کارخونه تولید میشه رو خودتون از من بخرید و من با صادرات همون محصولات بتونم پول کارخونه رو بهتون پرداخت بکنم. ایده خیلی ایده خوبیه و اتفاقا همین ایده باعث میشه که روزها بی خیال این کارخونه نساجی بشن و بگن اینو از بسته پیشنهادی حذف کنید. ایده خیلی ایده خوبیه. ما هر هفته یه واگن صادر. خیلی لذت بخش بود. اگر خوش باشه در بابم منم خوشحال و خندانم. حکومت را ز دست بچه های خود ربودم من. ز خائن پروری امروز فدای فارس و سمنانم. نباشد هیچ جا چون من، غریبه با خود خیشتن. کند انکار زبانش را بگوید آذرستانم. منم تبریز بی صاحب ز مسئولان بی وجدان. اگر خوش باشه در بابم منم خوشحال و خندانم. حکومت را ز دست بچه های خود ربودم من. ز خائن پروری امروز فدای فارس و کرمانم. نباشد هیچ جا چون من، غریبه با خود خیشش. کند انکار زبانش را بگوید آذرستانم. یقین دارم رسد روزی به سان 21 آذر، صدای ملتی باشم بگوید قلب تورانم. غریبه با خود خیشتن کند انکار زبانش را بگوید آذرستانم. یقین دارم رسد روزی به سان 21 آذر، صدای ملتی باشم بگویم قلب تورانم.